اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان که بعد فرارش از کشور در امارات متحده عرب به سر میبرد، روز 24 ینور در منزلش در پایتخت امارات شهر ابوظبی دچار سکته مغزی شده است. به گفته منابع اوگو در امارات، اشرف غنی را در حالت وزنین به بیمارستان شیخ زاید آوردند و او حالا در شعبه احیای این بیمارستان تحت مراقبت پزشکان قرار دارد. اطلاع از این بیشتر درباره بیماری اشرف غنی 72 ساله و وضع کنونی سلامتیش در حال حاضر دسترس نیست. اشرف غنی که در انتخابات‌های بحث برانگیز سال‌های 2014 و 2019 با رقیب اساسیش دکتر عبدالله غالب اعلان شده تقریبا 7 سال پرزیدنت افغانستان بود، 15 آگوست سال 2021 پایتخت کشورش شهر کابل را بدون جنگ با جنگجویان جنبش تندرو طالبان سپرده از کشور فرار کرد. گفته می شد که چرخبال‌های اشرف غنی و اطرافیانش اول کوشش کردند که در فرودگاه باختر تاجیکستان پایین شوند، ولی وقتی که به آنها اجازت در تاجیکستان نشستن ندادند به ازبکستان رفته در فرودگاه ترمیز نشستند. اشرف غنی از ازبکستان سپس به دبی پرواز کرد. سفارت روسیه در افغانستان آن وقت گفت که غنی و اطرافیانش با 4 چرخبال پر از پول ترک کابل کردند. یک نماینده سفارت روسیه گفت پولی به فرودگاه آورده آنها آنقدر زیاد بود که در چرخبالها نگنجید و چندین خلطه پول را آنها در میدان هوایی پرتافتند. ظاهر اخبر سفیر افغانستان در دوشنبه خبر داد که اشرف غنی قبل از فرارش 169 میلیون دلار پول نقد را از خزینه دولت با خود گرفته به یغما برده است. اشرف غنی چند دفعه این ادعا را رد کرد و گفت فرصت عوض کردن پاپوشی‌هایش را پیدا نکرد و فرار کرده است، ولی این ادعای او را برخی از افراد نزدیکش رد کردند و گفتند اشرف غنی از چند روز پیش برای فرار آمادگی می‌گرفت. بعد فرار غنی اردوی دولتی افغانستان کابل را هم به طالبان سپرد و این گروه تندرو قدرت را به دست گرفته تأسیس دوباره امارات اسلامی افغانستان را اعلان کرد. بسیاری‌ها اشرف غنی و اطرافیان او را به چنین زود و بیجنگ سپردن حکومت به طالبان عیبدار می‌کنند.